56,800 سامانی یا زیاد از $5,000 کمیته دین در تاجیکستان خرج امسالی ساکنان را برای ادای حج فرضی اعلام کرد. مقامات روز 12 مارس گفتند که نرخ با خدمات ضد انحصاری موافقه شده است. این پول به گفته آنها به خریدن بلیط هواپیما، مهمانخانه، خوراک، خدمت راهبلدان، اقامت در مینا، عرفات و مزدلفه، قربانی، دارو و بیمه و باج دولتی صرف می شود. از زائران خواسته شده است که پول را به طور غیر نقدی به واسطه آریان بانک بپردازند. ریاست آریان بانک را حسن اسدالله زاده دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان بر عهده دارد و معاون اول او زرین رحمان دختر امام علی رحمان است. گسیل زائران تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی در نیمه ماه می آغاز می شود. مسئولان کمیته دین از مردم خواستند تنها با راه قانونی به آنجا روند وگرنه حدود $13,300 آمریکایی جریمه یا 6 ماه حبس خواهند شد. هر سال زیاد از 6,000 شهروند تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. مقامداران تاجیک از جمله رئیس جمهور بارها از ساکنان دعوت کردند که پول حج به ویژه حج تکراری را به کارهای خیر به مثل بنیاد پول و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید می کنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردنی است.